خیلی ساله که آدم‌ها وارد طبیعت شدن. دیگه به تاریک‌ترین و مخفی‌ترین و ترسناک‌ترین نقاطش هم دسترسی پیدا کردن. خیلی وقتا یا برای شکار میرن یا برای استفاده از منابع بکر و دست نخورده‌اش. اما خب طبیعت هم دیگه همیشه با آدما راه نمیاد. نیروها و موجودات مرموز طبیعت درس حسابی به آدما میدن. اجازه نمیدن که به محیط اونها تجاوز کنن. در شمال غربی کانادا منطقه بزرگ و وسیعی است به نام قلمروهای شمال غربی. یه منطقه بکر و دست نخورده و سرد، عجیب غریب. از نظر وسعت میتونم بهتون بگم که مثلا کشور آلمان رو در نظر بگیرید. چقدر بزرگه. 80 میلیون نفر جمعیت هم داره. این منطقه 4 برابر آلمان وسعت داره با 50,000 نفر جمعیت. شرایطش یعنی یه جوریه که خب هر کسی نمیتونه اونجا زندگی کنه. یعنی پر از جنگل‌های انبوه، کوههای صخره‌ای، رودخانه‌های خروشان. حالا علاوه بر صعب العبور بودن این منطقه، حیوانات وحشی عجیب غریبی هم اونجا زندگی میکنن. کسی جرئت نمیکنه بره اونجا. یعنی میگن حتی آدم‌های بومی و شکارچیان حرفه‌ای هم بخوان برن اونجا ریسک مرگ وجود داره. حالا درست وسط همین قلمروهای شمال غربی یه منطقه‌ای هست، یک دره‌ای هست به نام دره ناهانی که به شدت دیگه بکر و دست نخورده است. چون هر کسی نمیتونه واردش بشه. بسیار سخت ورود به این منطقه زیبا. 29,000 کیلومتر مساحتشه. اما جالب بدونید که در سال 1976 تبدیل به یک پارک ملی شد. اومدن کردنش منطقه گردشگری. من میمونم اصلا. وقتی هیچ امکاناتی اینجا کار نشده، هیچ بنی بشری نمیتونه وارد اینجا بشه، پارک ملیش دیگه چیه؟ اصلا کی جرأت داره بره اینجا؟ نه هتل، نه جاده، نه امکانات، هیچی نداره رسما. ولی تا بخوای قشنگه. میگن اگر بتونی وارد اینجا بشی، یک چشماندازی میبینی، یک طبیعتی میبینی که تا عمر داری دیگه فراموش نمیکنی. ولی خب هزینه‌اش اینه که بالاخره تا اونجا باید بری و ممکنه جونت هم در خطر باشه. که خوددانی. عملا راه ورود به این منطقه یا از طریق مثلا قایقه که وارد یکی از رودخانه‌های بسیار عمیق و ترسناکش بشی که جلوتر میگم، یا از طریق هواپیماها که اونجا رو عبور کنی. اگه بخوای پیاده بری حتما باید تجهیزات صخره‌نوردی و کوهنوردی داشته باشی و بلد باشی، یعنی حرفه‌ای باشی. نمیتونی تو سرتو بندازی پایین بلند بری اونجا. اما مشکل اینجاست که حتی اگر امکاناتی هم فراهم بشه، کسی حاضر نیست بره اونجا. چرا؟ نه فقط به خاطر سختی‌های فیزیکی. راستشو بخواین، یک سری شایعات و افسانه‌های وجود داره از تسخیر شده بودن این منطقه دره ناهانی. میگن هر قبیله‌ای که خواسته بره اونجا ساکن بشه، مثل قبیله ناها، یک شب ناپدید شده. دیگه هیچ وقت برنگشتن. حتی اطرافیانشون، دوستانشون رفتن بهشون سر بزنن که اینا چرا برنگشتن، چرا گم شدن. ولی وقتی رسیدن اونجا، فقط وسایل اونا رو تونستن پیدا کنن. وسایلشون سالم باقی مونده بود. میگن این دره تسخیر شده و شیطانیه. این که میگن آدما جرئت نمیکنن به این منطقه برن، یک سابقه 10,000 ساله داره. یعنی از 10,000 سال پیش یک سری شایعات وجود داشته که مثلا فلان قبیله رفته اونجا دیگه برنگشته، شما نرید. و این ترس 10,000 سال طول کشیده. حتی میگن ممکنه از ترس یک سری گرگ‌های وحشی مثل واهیلا از اونجا رفته باشن، فرار کرده باشن، یا همونا بالاخره اونا رو کشته باشن. مشخص نیست. سرنوشت همه اون افرادی که در این منطقه از بین رفتن مبهمه. البته خب همیشه یه عده‌ای بودن که میگن این حرفا همش خرافاته، چرت و پرت، مبنای علمی نداره. اما از سال 1900 به این ور، یعنی در این سده، یک سری اتفاقات در این منطقه رخ داد که نشون داد این ماجراها و شایعاتی که وجود داره فراتر از شایعه است، میتونه حقیقت داشته باشه. میگم بهتون اینکه یه نیروی شیطانی و شرور در این جنگل کمین کرده خرافات نیست. تو سال 1904 بود که 3 برادر به نامهای ویلی فرانک و چارلی مکلئود تصمیم گرفتن به این دره برن. اتفاقا خودشون هم ساکن همون قلمروهای شمال غربی بودن. اونا مطلع شدن که در دره ناهانی مقدار بسیار زیاد و انبوهی گنج و طلا وجود داره. وسوسه شده بودن 3 برادر. میدونستن که چه سختی‌هایی در مسیر خواهند داشت. ریسک مرگ وجود داره. ممکنه 1000 دردسر، 1000 مصیبت براشون ایجاد بشه. اما اون میزان طلا رو چی میشه بگیم؟ یعنی 0 و 100 بود. با خودشون میگفتن خب ما یا میمیریم یا به اون پوله میرسیم. حق داریم که بریم ریسک کنیم. برنامه ریزی کردن که ما باید به دره ناهانی بریم تا صاحب همه اون گنج ها و طلاها بشیم. شاید خیلی های دیگه هم میدونن که اونجا طلا وجود داره، ولی اونا مثل ما شجاع نیستن. اون طلاها
حق ماست. خلاصه این سه برادر راه افتادن، با قطار به اون منطقه رسیدن. یک مسیر بسیار سخت، همونطور که فکرشون میکردن. با هزار بدبختی از اونجا رد شدن. قایق‌های دستساز میساختن تا از رودخونه‌ها عبور کنن. از جنگل‌ها به سختی عبور کردن. رسیدن به یک رودخانه ترسناک و پرجوش و خروش، رودخانه فلت رایور، که برخلاف اسمش که میگه رودخانه تخت، رودخانه صاف ساده، بسیار پرپیچ و خمه، بسیار پر آبه. یعنی همونجا که دیدنش فهمیدن که چه مسیر عجیب غریبی در پیش دارن. چاره‌ای نبود، تا اینجا اومدیم، تا تهش باید بریم ببینیم چی میشه بالاخره. خلاصه قایقی که خودشون ساخته بودن رو انداختن تو آب و سوارش شدن. اتفاقا خیلی هم مسلط بودن، خوب تونستن عبور کنن. سخت بود مسیر، ترسناک بود، ولی اون ور مسیر داشتن اون طلاها رو میدیدن. باید خودشون رو به اونجا میرسوندن. اونا مسافتی رو با جریان آب پیش رفتن و به یک قسمت ساحلی در کنار این رودخونه رسیدن. گفتن باید اینجا وایسیم، متوقف بشیم، بزنیم کنار، یه ذره بارمون رو سبک کنیم، یه استراحتی بکنیم، مثلا برنامه‌ریزی کنیم، ببینیم می‌خوام چیکار کنیم. متوقف شدن، زدن کنار. اونجا اتفاقا کمپ کردن. گفتن با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، تمام این طلاها کف همین رودخونه است. یعنی از همینجا ما باید طلا رو استخراج کنیم. باید از وسیله‌ای به نام دریچه آببند استفاده کنیم که یک محصول یک دستگاه کشاورزیه. به این شکل که این دستگاه مثل یک صافی عمل میکنه. یه دستگاه چوبیه، اون زمان چوبی بوده، الان حالا فلزیش هم هست. توی آب میذارن و صاف میکنه آب رو. یعنی ناخالصی‌های آبو داخل یک محفظه‌ای در خودش میریزه. در واقع ناخالصی‌ها چی بودن؟ همون طلاها. با این وسیله می‌خواستن طلاهای کف رودخونه رو بکشن بیرون و طلا به دست بیارن. این سه برادر چند تا دریچه آببند رو داخل آب گذاشتن و بعد از دقایق کوتاهی اتفاقاً تونستن طلا به دست بیارن. شایعات واقعیت داشت. اینجا پر از طلاست. همینجوری داشتن طلا استخراج می‌کردن. برای خودشون هم غیر قابل باور بود. میدونستن طلا هست. نه دیگه اینقدر. اونا روز کارشون رو شروع کرده بودن. تا شب به کارشون ادامه دادن. شب که شد گفتن دوباره باید برگردیم توی چادرمون بگیریم، بخوابیم، استراحت کنیم. هوا که روشن شد دوباره کارمون رو شروع کنیم. صبح که شد دوباره شروع کردن به استخراج طلا و واقعا انقدر طلا استخراج کردن که این ظرفایی که با خودشون آورده بودن از طلا لبریز شد. یعنی به یه جایی رسید که گفتن خب دیگه ما طلا بیشتر از این نمیتونیم جمع کنیم. طلا هست، ما ظرفیتشو نداریم. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ اصلا فکر کردن سه نفری. گفتن بهترین کار اینه که ما همین طلایی که به دست آوردیم رو سالم برگردونیم خونمون، بفروشیمشون و پولشو به دست بیاریم. دفعه بعد که خواستیم بیایم با تجهیزات بهتر، با قایقی بهتر، با ظرف‌های بزرگتر برمیگردیم که این بار طلاهای بیشتری صید کنیم. گفتن اوکی، تصمیم درستیه. بلند شدن، چادر رو جمع کردن، وسایلشون هم جمع کردن، گذاشتن داخل قایقشون و به راه افتادن. دوباره در مسیر برگشت یک رودخونه پر جنب و جوش رو داریم. وقتی وارد این رودخونه شدن اصلا فکرش هم نمی‌کردن هر چی اتفاقی بیفته. اونا سخت‌تر از اینها رو سپری کرده بودن. اما به محض اینکه وارد این رودخونه ترسناک شدن، همونجا قایقشون واژگون شد. از شدت و قدرت آب قایق کلاً شکست وسط، متلاشی شد. تمام قطعات قایق ته آب غرق شد. اونا اصلا فکرش هم نمی‌کردن این اتفاق بیفته. بدتر از این بود که تمام طلاها هم رفت زیر آب. تمام تلاشی که کردن تونستن فقط اون تفنگ شکاریشون رو حفظ کنن، چند تا تیکه چوب و اون وسایل کندوکاو معدنشون رو نگه داشتن. در کمال ناامیدی و سختی شناکنان برگشتن به یک منطقه امن ایستادن. الان توی منطقه ساحلی همه چیشون رو دوباره دست دادن. هیچی نداشتن. داشتن تو سرما میلرزیدن. دیگه نه قایقی بود، نه طلایی، نه ابزاری، هیچی. گفتن چیکار کنیم؟ نمیشه که ما این همه بدبختی کشیدیم بدون طلا برگردیم که. شب شده بود. تصمیم گرفتن همونجا به هر بدبختی که هست بخوابن. صبح که شد دوباره برن یه ذره از این طلاها رو بردارن بیارن دیگه. نمیشه که با دست خالی برگردیم که. یه حرکت دقیق پول رفت آمدمون در بیاد که. صبح که شد دوباره شروع کردن دریچه‌های آببند رو گذاشتن، اما این بار هیچی طلا گیرشون نیومد. تو بگو اینقدر، بگو یه صبح، هیچی. انگار اصلا طلا اینجا وجود نداشته. عجیب بود. تا دیروز تا اینجا طلا بود، الان هیچی گیر نمیاد. مگه میشه آخه؟ باورشون نمیشد. یعنی از صبح که شروع کردن می‌خواستن طلا جمع کنن که گیرشون نیومد، تا شب داشتن کار می‌کردن. ناامید شده بودن. گفتن آقا اینجوری فایده نداره. ما اصلا هم خسته‌ایم، هم ناامید، هم دیگه اصلا تجهیزاتی نداریم. بریم بگیریم بخوابیم. صبح که شد حداقل جونمون رو نجات بدیم. دیگه تنها چیزی که الان داریم این جونمونه. برگردیم خونه هامون، ان شاءالله اگه تونستیم جان سالم به در بردیم. دفعه بعد با تجهیزات بهتر و با قایق بهتری بیایم. بتونیم یه چیزی کاسب بشیم. اینجوری که بدبخت شدیم که. خلاصه با همون تکه چوب‌ها و چوب‌هایی که از این درخت‌ها بریدن، با همون وسایل محدودشون موفق شدن دوباره یک قایق دستساز بسازن. قایق رو به آب انداختن و
برگشتن. باز هم مسیر ترسناکی بود، ولی موفق شدن بالاخره سالم برگردن خونه. وقتی برگشتن خونه، ویلی و فرانک، این دو برادر، بدون فوت وقت نشستن دور میز ناهارخوری با هم دیگه داشتن صحبت میکردن راجع به این اتفاق. حاجی چرا اینجوری شد؟ اصلا چرا هیچی گیرمون نیومد؟ روز قبلش که 10 کیلو طلا استخراج کرده بودیم، چی شد بعد؟ اشکال نداره. مهم اینه که الان ما به یقین رسیدیم که اونجا طلا وجود داره. با چشای خودمون دیدیم. دیگه شایعه نیست. بعدش هم ما الان دیگه مسیر رو یه بار رفتیم و اومدیم. دیگه راه بلدیم چی کار کنیم. این بار کم خطرتر میریم و برمیگردیم. این بار با وسایل مجهزتر، با قایق بهتر میریم. ولی این وسط چارلی دلش نمیخواست دیگه باشه. گفت بچه‌ها ببینید، آروم باشید. بذار با هم حرف بزنیم. ببین من که از طلا بدم نمیاد که، خر که نیستم. منم طلا دوست دارم، منم پول دوست دارم، ولی یادمون نره به چه مصیبتی رفتیم ما. شانسی قشنگ. یعنی اگر یه ذره این جریان رودخونه این ور اون ور بشه، بعید نیست که با مغز بریم تو سنگ به لقاء الله بپیوندیم. اینجا مسیر بسیار ترسناکیه. خیلی مردن توش. داریم میبینیم که واقعا دروغ نیست، واقعیته. ممکنه بریم دیگه بر نگردیم. راستشو بخوایم من از این ماجرا بکشید بیرون. من دیگه نمیخوام بیام. به شما هم توصیه میکنم که شما هم نرید، خطرناکه. ولی خب جلوتون رو نمیگیرم، مانع نمیشم. اگه میخواید برید، خدا پشت و پناهتون. من نمیام. چند ماه گذشت تا اینکه به سال 1905 رسیدیم. ویلی و فرانک داشتن مقدمات سفر دومشون رو فراهم میکردن که دوباره به دره ناهانی برن تا دوباره طلا صید کنن. میخواستن برن، اما این بار هم 3 نفری بدون چارلی، با یکی از دوستاشون به نام رابرت ویر. مجهز کردن همه چیز رو، وسایلشون رو برداشتن، قایق بهتری برداشتن، همه چیز خوب بود. احتمال اینکه میتونستن این بار موفقیت آمیز برن، طلا رو به دست بیارن و برگردن خیلی احتمالش بالا بود. اما وقتی میخواستن برن، به چارلی گفتن تو زیاد منتظر ما نمون. تو که خودت مسیر رو دیدی که مسیر سختیه. ما تا آخرین گرم، تا آخرین صوت طلا رو از اونجا میکشیم بیرون و بعد برمیگردیم. بنابراین تاریخی برای برگشتنشون مشخص نکردن. گفتن آقا شاید اصلا ماها طول بکشه. ما میریم اونجا زندگی میکنیم. وسایلی هم که با خودشون برداشته بودن برای چندین ماه زندگی بود و به راه افتادن و رفتن. از رفتن اونها هفته‌ها گذشت. اونا هنوز برنگشتن. خبری ازشون نیست. چارلی نگران نیست. با توجه به حرفایی که اون دو برادر زدن، چارلی اصلا نگران نبود. گفت اونا الان دیگه اونجا دستشون پر از طلاست، به منبع اصلی طلا اونجا دسترسی پیدا کردن، به این راحتی که بر نمیگردن که. بذار اونجا باهاشن کارشون انجام بدن، با دست پر برگردن. اما چندین ماه گذشت، تقریبا 1 سال. اونا هنوز برنگشتن، ولی چارلی آنچنان که باید هنوز نگران نیست. یه بابا 3 تا آدم گندن، کاربلد، راه بلدن. تجهیزات بهتری همراهشون بوده. بعیده که اتفاقی افتاده باشه. نه. با توجه به صعب العبور بودن مسیر، میزان زیاد طلایی که اونجا وجود داره، قطعا زمان زیادی هم طول خواهد کشید. بنابراین من کماکان منتظر میمونم. 2 سال گذشت. حالا دیگه چارلی کم کم نگران شد. یعنی نگرانیش زد بیرون. قبلش هم نگران بود، نشون نمیداد. دیگه ترسید. گفتیم من مطمئنم یه اتفاقی افتاده. مگه میشه آخه 2 سال بری تو اون دره خراب شده هنوز بر نگردی؟ اصلا مگه میشه اینقدر زندگی کنی اونجا؟ زندگی اونجا بسیار سخته، امکان نداره. دیگه اینقدر ترسیده بود و نگران بود که رفت به اهالی روستا هم گفت که آره توی این اتفاق برادران من گم شدن، ناپدید شدن و هنوز بر نگشتن. لطفا به من کمک کنید. به این ترتیب خود چارلی به همراه 4 نفر از اعضای روستا عملیات جستجو رو آغاز میکنن تا بتونن این 3 گم شده رو پیدا کنن. اونا راه افتادن. بعد از یه مسیر سخت و طولانی به دره ناهانی رسیدن. اما این پایان کار نبود. رودخونه فلت در انتظار اونها بود. این رودخونه کماکان وحشی و ترسناک بود. وارد رودخونه شدن، به سختی تونستن خودشون رو به یک قسمت ساحلی برسونن و اونجا بایستن. با دقت به اطراف نگاه میکردن، به دهانه غارها نگاه میکردن که شاید کمپ این 3 نفر رو ببینن، چادرشون رو ببینن، اونا رو ببینن. ولی نه، هیچ خبری از اونها نبود. فضای بسیار ترسناکی بود. سکوت موج میزد. هیچ اثری از یک موجود زنده اونجا دیده نمیشد. هرچی اینا فریاد زدن صدایی نشنیدن. هیچ اثری از ویلی و فرانک و رابرت نبود. همه رودخونه رو رفتن و چیزی از اون 3 تا پیدا نکردن تا اینکه رسیدن به جایی که از رودخونه فلت خیلی پر آبتر و بزرگتره. اونا ریسک رفتن توی رودخونه ناهانی جنوبی هم به جون خریدن و واردش شدن. بازم هیچ نشونه‌ای از اون 3 نفر نبود. رفتن جلوتر تا اینکه رودخونه یه پیچ تندی گرفت و بعد از اون پیچ
حدود 16 کیلومتر جلوتر وارد پیچ دوم شدن. زیر پاشون چند متر آب وحشی با جریان خیلی تند و دو طرف رودخونه هم صخره‌های صاف و بلند تا آسمون. عملاً یه جایی مثل یه دالون آب بود که هیچ نقطه‌ای برای توقف یا فرار نداشت. بالای این دیوار هم پر از حفره و قارای کوچیک و بزرگ بود و تقریباً غیر ممکن بود که آدما بتونن توی اونها برن. چارلی و آدمای اطرافش دیگه بیش از این ریسک نکردن. گفتم یه جا بایستیم، ببین بعد چیکار کنیم، چه خاکی به سرمون کنیم، با جون خودمون رو که دیگه نباید از دست بدیم که الان جون اونا تو خطره. اینجوری ما خودمون هم تو دردسر میافتیم. تا اینکه به دره دوم رسیدن. اینجا تعداد غارها بیشتر بود، هم بیشتر هم ترسناکتر. یعنی جرئت نمی‌کردن به اطرافشون نگاه کنن. احساس می‌کردن که یه چیزی داخل این غارها به اونها زل زده و داره بهشون نگاه میکنه. سنگینی اون نگاه رو واقعا حس می‌کردن. فقط می‌خواستن جلو برن، پیش برن. هرچه که در این مسیر پیش میرفتن، فضای این رودخونه تنگتر، ترسناکتر و تاریکتر میشد. دیگه مطمئن بودن که اینجا یه آدم سالم و زنده پیدا نخواهند کرد. اصلا نمیشه اینجا زندگی کرد. تنها صدایی که میشنیدن صدای باد شدید بود که از بالای اون صخره‌ها میومد پایین و به این رودخونه میرسید. تا اینکه همین که داشتن در مسیر آب پیش میرفتن، به یک قسمت ساحلی خیلی باریک رسیدن. گفتن همینجا وایسیم، همینجا توقف کنیم. یه جاهای شک میکردن که مثلا ممکنه تو اون قاره یه چیزی باشه، ولی جرئت نداشتن پیش برن. اطراف که این نگاهی انداختن، در دوردست یه قسمت خشکی دیدن، یه قسمت ساحلی دیدن که چند تا درخت توش بود. وسط اون درخت‌ها یه سیاهی دیدن. توجه اونا رو به خودش جلب کرد. به سختی شناکنان خودشون رو به اون منطقه رسوندن. وقتی رفتن نزدیک، دیدن یه چادر مشکی بین این درخت‌ها بنا شده. یعنی به وسیله ساقه‌های این درخت تونستن یه چادر اونجا بنا کنن. چادر؟ یعنی قبلا یه آدم‌ها اینجا بودن، شاید هم الانم باشن. رفتن نزدیک و جلوی اون چادر یک جسد رو دیدن. یه جسد بی سر. صحنه بسیار وحشتناکی بود. این جسد متعلق به چه کسی است؟ آیا ممکنه که متعلق به ویلی فرانک رابرت باشه؟ معلوم نیست. لباسای این جسد کاملا سوخته بود. این جسد به حالتی روی زمین افتاده بود که یه دستش جلو افتاده بود، انگار می‌خواسته یه چیزی رو برداره. امتداد مسیر دستش رو که می‌گرفتی به یک اسلحه شکاری می‌رسید که به یه درختی تکیه داده بودنش. انگار از یه چیزی ترسیده بوده و می‌خواسته به وسیله این اسلحه از خودش دفاع کنه. اونا همچنان داشتن دنبال یک نشونه می‌گشتن. رفتن اطراف چادر رو هم یه نگاهی انداختن. اون طرف چادر، دم در چادر، یه جسد دیگه پیدا کردن. باز هم جسدی بی سر، جسدی که در حال تجزیه بود. چارلی وحشت کرده بود. همش دعا میکرد که خدایا نکنه اینها اجساد برادرانم باشه. وقتی رفتن داخل چادر، یک سری نشونه، یک سری وسایلی رو پیدا کردن که چارلی اونا رو میشناخت. مطمئن شد که اینها اجساد دو برادر خودش هستن. وقتی داخل جیب اون اجساد رو گشتن، مطمئن شدن که آره، اجساد ویلیو فرانکه. ولی جسد رابرت کجاست؟ اصلا اون کجاست؟ ممکنه زنده باشه. باید دنبالش بگردیم. از صبح تا شب دنبال رابرت گشتن. هیچ اثری ازش پیدا نکردن. اما وقتی به انتهای رودخونه رسیدن، یک اسکلتی رو پیدا کردن. متاسفانه هیچ وقت مشخص نشد که این اسکلت متعلق به رابرت یا نه. اما خب احتمال میرفت که رابرت هم جونش از دست داده باشه. اسکلت به دست اومده بود، اما خب اون موقع متاسفانه آزمایش دی ان ای وجود نداشت که بتونن ثابت کنن که جسد مال رابرته. یه چیز جالب که تیم تحقیقات اطراف اون محل پیدا کردن، درختی بود که روی ساقش بزرگ نوشته بود ما یه جای خوب پیدا کردیم. احتمالاً ویلیو فرانک و رابرت وقتی به اینجا رسیدن تونستن طلا پیدا کنن و یه نشونه از خودشون به جا گذاشتن که اگر دفعه بعد هم خواستن بیان یادشون باشه که اینجا بود که طلا بود. اما نه چادری وجود داشت نه طلایی. تیم تحقیقات، چارلی و اون 4 نفر هرچه به دنبال طلا گشتن هیچی پیدا نکردن. اصلا طلایی وجود نداشت. خب حالا این 5 نفر دستشون به هیچ جا بند نیست. همه که فوت کردن. هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. مجبورن برگردن. برگشتن و پلیس رو هم در جریان این اتفاق قرار دادن. حالا دیگه پلیس افتاده دنبال اصل این ماجرا ببینه چی شده و چه اتفاقی افتاده. پلیس که اومد منطقه رو بررسی کرد و به یک سری شواهدی دست یافت. پلیس گفت اگه نظر منو بخواید بدونید، به نظر من این 3 نفر از گرسنگی مردن. بعدم یه سری حیوانای وحشی اومدن اینا رو کشیدن و سرشون از تنشون جدا کردن. رابرت هم که همینجوری از این طرف از اون طرف کشوندنش، انقدر کشیدنش که بدنش تیکه تیکه شده، کامل از بین رفته. شواهد اینو نشون میده. اما چارلی حرفای پلیس رو باورش نمیشد. گفت من قبول ندارم. من مطمئنم یک سری قبایل وحشی که اون منطقه داشتن زندگی می‌کردن به اونها حمله کردن، اونها رو به قتل رسوندن. ولی پلیس زیر بار نمیرفت. میگفت نه، همچین چیزی وجود نداره، اینقدر جناییش نکنید. طبیعیه. مثل تمام کسانی که در این منطقه مردن، برادران شما هم
به وسیله همون حیوانات وحشی که اونجا زندگی میکنن مردن. اما از اونجایی که پای پلیس به این ماجرا باز شده، خبرها پیچیده، مردم دوباره ترسیدن. دوباره به خاطر اون شایعات، افسانه هایی که در گذشته هم وجود داشته، از این منطقه وحشت کردن. اون موقع ها فقط شایعه وجود داشت. الان دیگه مدرک داریم، شاهد داریم، یه اتفاقی افتاده که پلیس در این رو رسانه‌ایش میکنه. حالا مردم هم در شکل دادن و در روایت این ماجرا دو دسته هن. گروه اول میگن اون اسکلت اصلا متعلق به رابرت نیست. چرا؟ چون رابرت اصلا زنده است. وقتی طلاها رو به دست آورده، این دو نفر رفیقاشو کشته، با طلاها زده به چاک. این نظر ماست. اما دسته دوم چی میگن؟ دسته دوم میگن نه، هر سه نفر کشته شدن، حالا یا به وسیله حیوانات وحشی یا قبایل وحشی یا اصلا یه سری موجودات ناشناخته، ولی قطعاً کشته شدن. چرا؟ چون در صحنه ما دیدیم که یکی از این سه نفر دستش رو برده به سمت اسلحه، یعنی یه خطری تهدیدش کرده. از اون طرف ما یه جسد دیگر رو می‌بینیم که از چادر اومده بیرون، جلوی در چادر افتاده بود، مرده بود. یعنی ناگهانی یه خطر ایجاد شده که برای نجات جونشون خواستن از اون چادر بیان بیرون و فرار کنن. رابرت هم حالا ترسیده یا یه بلایی سرش آوردن، بالاخره فوت شده، تجزیه شده، افتاده اون ته رودخونه. این به نظر ما محتمل ترین علته. حتما یه چیز ترسناک و ناگهانی رخ داده بود. اونا نتونستن از خودشون دفاع کنن. اسم اون دره شده دره بی سرها. یعنی حالا همه احتمال میدن که اونجا طلای فراوونی باشه. حتی یه سری دانشمندان گفتن آره هست، اونجا اصلا یه سری منابع طلا وجود داره، ولی کسی جرئت نداره پاشو اونجا بذاره. بالاخره جون مهمتره دیگه. یه جانی باید باشد که از اون طلاها استفاده کند. اگه نباشد به چه دردی میخورد؟ تا اینکه 8 سال بعد از این اتفاق، یعنی در سال 1913، یک محقق، یک جستجوگر طلا به نام مارتین یورگنسن تصمیم میگیره به این دره بره. میگه من اصلا این حرفا رو قبول ندارم. اینا همش خرافاته که فلانی مرد و فلانی کشته شد. اصلا مهم نیست. اینا راه بلد جاده نبودن. میدونی؟ تو منطقه اتفاقی براشون افتاده یا نتونستن از خودشون در برابر حیوانات دفاع کنن، مردن. که میگن ماورایی و تسخیر شد، اینا همش چرت و پرت و دروغه، خرافاته. من نمیترسم، میرم اتفاقا دقیقاً همونجا هم ساکن میشم، طلا هم میزنم به جیب، نوش جونم. رفت، این کارم کرد. به مصیبتی خودش رو رسوند. خودش تنهایی راهی این سفر پرماجرا شده بود. حدوداً 115 کیلومتر بالاتر از دره بی سرها یک کلبه چوبی برای خودش ساخت که زمستون هم اونجا زندگی کنه و دووم بیاره و حسابی پول به جیب بزنه. کلبه رو ساخت. مارتین شروع کرد به کار و همه چی داشت طبق برنامه‌هاش پیش میرفت. طلا پیدا کرده بود و هر روز این طلا داشت بیشتر و بیشتر میشد. حتی مارتین به شریکاش پیام داد که پولدار شدم. تابستون بیاین اینجا تا شما هم طلا بردارین. تابستون شد و اونا تو یه جای مشخصی از دره با هم قرار گذاشتن تا همدیگه رو ببینن که مارتین چقدر تونسته طلا به جیب بزنه. تابستون که شد، شریکای مارتین رفتن سر قرار، اما خبری از خودش نشد. اون هیچ وقت سر قرار نیومد. چند روز گذشت. شریکاش نگرانش شدن. گفتن نکنه یه اتفاقی برای مارتین هم افتاده. همون اتفاق مشابهی که چند سال پیش رخ داده بود، 3 نفر به قتل رسیدن. نگران شدن. رفتن اونجا یه سر و گوشی آب دادن، ولی هیچی پیدا نکردن. باز هم بیخیال نشدن، ناامید نشدن. گفتن باید بگردیم. باید اینقدر بگردیم تا پیداش کنیم. اون رفیق ماست، دوست ماست. به خاطر همین هم یه آدرسی داشتن از اون محلی که کلبه رو اونجا ساخته بود مارتین. میدونستن کجا ساخته. رفتن سراغ اون کلبه. کلبه رو پیدا کردن. البته کلبه سوخته رو. کاملا سوخته بود. کاملا خاکستر شده بود. هیچی ازش نمونده بود. وقتی کلبه رو پیدا کردن، جسد سوخته مارتین رو هم پیدا کردن. جسد بی سر او رو. رفیقاش از این صحنه وحشت کردن. سریعا برگشتن و پلیس رو در جریان این اتفاق قرار دادن. پلیس اومد دوباره صحنه رو بررسی کرد و همون حرفای گذشته رو زد که این ماجرای جنایی یا ماورایی نیست، حاصل حمله حیوانات وحشیه. کاملا تصادفی بوده. البته ربطی به اون ماجرای گذشته نداره، یه چیزی مشابه اونه. اما خیلی قابل باور نبود. توی چند سال توی تقریبا یه مکان جغرافیایی 3 نفر پیدا میشن، اونم بدون سر و سوخته. تازه هیچی از اون طلاهایی که مارتین اونقدر با ذوق ازشون صحبت میکرد پیدا نشد. هیچی وجود نداشت. خیلی واسه مردم سخت بود که بخوان باور کنن که این چند مورد ربطی به همدیگه ندارن. بنابراین حرفای پلیس هم باور نکردن. خبر مرگ مارتین بین مردم کانادا و به خصوص قلمروهای شمال غربی باعث شد که مردم خیلی بیشتر از قبل به این نظریه که یه نیرو یا موجود شیطانی توی اون دره است و هر کی برای طلا میره اونجا رو میکشه باور کنن و بهش ایمان داشته باشن. 7 سال از مرگ مرموز مارتین هم گذشت. الان سال 1921. تا الان همچنان بین مردم شایعاتی راجع به دره بی سرها وجود داره. دارن راجع به صحبت میکنن. میگن ما
باور داریم به اتفاقاتی که اونجا رخ میده. باور داریم که اونجا یک نیروی اهریمنی و شیطانی وجود داره. اما در همین سال 2 جستجوگر طلای دیگه هم تصمیم گرفتن که به دره ناهانی برن. یکیشون اسمش جان اوبراین بود و به همراه شریکش تصمیم داشتن به اونجا برن. اینجوری بودن که خب ما این دفعه با تجهیزات بهتری میریم، بلدیم چیکار کنیم، از تجربیات گذشتگان استفاده میکنیم. در کنارش این که خب 7 سال گذشته اتفاق بد دیگه ای نیفتاده، همه چی تموم شد. هرچند که من اصلا اعتقاد ندارم به خرافات، همه اینا خرافات بوده. اونا به خاطر نابلد بودنشون مردن، وگرنه اگر بلد باشی، تجربه داشته باشی، هیچ اتفاقی برات نمیفته. با این حال میگم که با ابزارها و تجهیزات بهتری میریم، قایق بهتری برمیداریم، هیچ اتفاقی نمیفته. از خودمون مراقبت میکنیم. ما میریم اونجا که تا میتونیم طلا استخراج کنیم. اونا راه افتادن و با هزار سختی به دره بی سرها رسیدن. اونجا یه منطقه رو دیدن که احساس کردن کم خطرتره. همونجا کمپ کردن. مدت طولانی رو می‌خواستن بمونن. دریچه‌های آببندشون رو هم در نقاط مختلفی از رودخونه کار گذاشتن تا مثل یک صافی عمل کنه و براشون طلا استخراج کنه. این نقطه یه حالت ساحلی داشت که به ظاهر امن بود. خطری وجود نداشت. هم به طلاها نزدیک بود، همین که خب جای امنی بود. 2 روز گذشت، 2 روز حسابی طلا به دست آوردن. بعد از این 2 روز جان اومد به رفیقش گفت که ببین من میخوام برم به دریچه‌های آببندی که جاهای دیگه کار گذاشتیم یه سری بزنم ببینم اونا در چه وضعیتی ان و چقدر طلا تونستن استخراج کنن. خب مسیر طولانی و زمان طولانی بگذره، احتمالاً 8-9 روز طول بکشه تا من برم و برگردم. خواستم بگم که تو نگران نباشی. این اتفاق افتاد. بعد 8-9 روز که گذشت، رفیقش دید که جان بر نمیگرده. نیومد. 2 روز هم گذشت، 2 روز بیشتر، یعنی شد 11 روز. باز هم جان بر نگشت. این ترسیده بود، نگران شده بود که چه اتفاقی افتاده. یه نگاهی به اطراف انداخت، یه نفر دیگه‌مون دوردست کمپ کرده. رفت بهش اطلاع داد. اونم یه جستجوگر طلا بود. بهش گفت که آره این رفیق من قرار بوده بره دریچه‌های آبند رو یه نگاهی بندازه ولی هنوز برنگشته. من خیلی نگرانشم. الان 12 روزه که این نیومده. لطفاً به من کمک کن با هم دیگه بریم بگردیم. این 2 نفر عملیات جستجو رو آغاز کردن تا به دنبال جان بگردن و بلکه پیداش کنن. اونا شروع کردن به گشتن به دنبال جان. همه جا رو گشتن. از دوردست یک آتیشی دیدن، یه آتیش نیمه سوز که دیگه داشت خاموش میشد کم کم. به خاطر همون آتش که توجهشون رو به خودش جلب کرد، رفتن به اون سمت. دیدن جان اونجا نشسته، کنار آتش نشسته بود، کنار آتش و انگار داشت لذت میبرد. از دور صداش زدن، گفتن جان کجایی تو؟ من 12 روز منتظرتم، قرار نبود 9 روز برگردی. تو به فکر من نیستی که من این وسط از نگرانی میمیرم؟ بابا تک و تنهایی میشه، درک کن. اما جان جوابی نداد. نزدیک شدن، نزدیکتر که رفتن، دیدن جان از سرما یخ زده. وحشت کردن. چطور ممکنه؟ این که اصلا کنار آتیش بوده، اصلا امکان نداره یخ بزنه. خب منم اینجا بودم، اونقدر هوا سرد نیست که آدم یخ بزنه. به وضعیتش نگاهی انداختن، دیدن که اصلا حالت صورتش آرومه، حالت بدنش یه جوری نشسته داره لذت میبره واقعا از این آتیش. بحث سرما و رنج و درد نیست اصلا. بعد تو دستش کبریت هم دیدن که می‌خواسته انگار آتیش روشن کنه و اینا، یه حالت اینجوری داشته، انگار به حالت ناگهانی فریز شده بود و جون خودش رو از دست داده بود. صحنه یخ زدن جان بسیار عجیب و پرتناقض بود. مردم بسیار ترسیده بودن چرا که خبر این ماجرا رسانه‌ای شده بود. تیم تحقیقات به صحنه میان، میگن که بابا جان اصلا اتفاق ماورایی و عجیبی وجود نداره. این آقا یخ زده، سردش شده، به دلیل یخ زدگی مرده. اما هیچ کس حرفای پلیس رو باور نمی‌کرد. گفتم مگه کورید شما؟ اصلا نشدنی. پلیس هم میگفت من قبول دارم عجیبه، قبول دارم تناقض وجود داره، ولی قبول ندارم که ماجرای ماورایی این داستان قبول ندارم. من نیروی اهریمنی وجود نداره. خرافات چرت و پرت باور نکنید دوستان. انگار خود پلیس هم میدونست که یه چیزی هست فراتر از این چیزها، اما حوصله دردسر نداشت. نمیخواد اینقدر ماجرا کش پیدا کنه، اصلا دوست نداشت. و پرونده مرگ جان همینجا بسته شد در کمال ناباوری. تا اینکه 5 سال بعد در سال 1926 یک گروه شکارچی تصمیم گرفتن به دره ناهانی، دره بی سر برن و اونجا اوقات بی دردسری رو داشته باشن و لذت ببرن. در بین این گروه شکارچی یک دختر جوان به نام انی لفرتی هم دیده میشد. رفتن به دره ناهانی، یه جایی بی خطر رو پیدا کردن و انتخاب کردن برای کمپ کردن. چادرشون رو بنا کردن، وسایلشون رو گذاشتن. از اون عصر که رسیدن تا شب با هم دیگه خوش گذروندن. یه آتیشی درست کردن، دورش نشستن و با هم دیگه میگفتن و میخندیدن، جوک میگفتن، شوخی میکردن و حسابی کنار هم دیگه خوش گذروندن. شب که شد، هر کس به چادر خودش رفت تا بگیره بخوابه. همه رفتن بخوابن.
صبح که بیدار شدن بلند شدن که یه صبحونه درست کنن و صبحونه بزنن، یهو دیدن که انی نیست. این دختر جوانی که همراهمون بود کجا رفت؟ همه جا رو گشتن دنبالش، صداش زدن، اصلا جواب نداد. خیلی اوضاع نگران کننده ای بود. احساس کردن که ممکن رفته باشه مثلا دستشویی، یه جایی اطراف یه دوری بزنه به دنبال همون طلاهایی که گفته میشه. به دنبالش رفتن، گشتن، چون خیلی نگرانش شده بودن. اما هیچ اثری از انی لفرتی نبود. این دختر نه ردی، نه نشونه‌ای، نه یادداشتی، هیچی از خودش باقی نذاشته بود. ناپدید شده. وقتی دیدن که دستشون به جایی بند نیست و کاری دستشون بر نمیاد، واسه اینکه وقت رو تلف نکنن رفتن به پلیس اطلاع دادن. باز هم نیروهای پلیس اومدن، اونا هم گشتن و هیچی دستگیرشون نشد. پلیس هم گفت که احتمالاً مرده باشه. خب طبیعیه، اینجا یک منطقه صعب العبوره، جایی موندن نیست که اومدید یه دختر جوون رو برداشتید با خودتون آوردید. مرده و ما هم دیگه مسئولیتی قبول نمی‌کنیم، چون بارها هشدار داده بودیم که وقتی میرید به این منطقه بلد باشید. حداقل بلد نبودید، این شد که این شد. پرونده عینی انگار بسته شده بود. اما چند ماه بعد یک فرد ناشناسی به نام چارلی با پلیس تماس گرفت و گفت من یه چیزی دیدم که باید بهتون بگم. چارلی همون چارلی مکلئود نیستا، یک نفر دیگه است. گفت من عضو اون گروه شکارچی نیستم، ولی رفته بودم همون منطقه به خاطر اون آب و هوا و شرایطی که داشت کمپ کرده بودم. میدونستم که این گروه برای شکار و تفریح اومدن. همینجوری زیر نظر داشتمشون. شب که خوابیدم یهو با یه صدایی بیدار شدم. نصف شب. صدایی مثل افتادن سنگ توی آب بود. تا این صدا که اومد من شنیدم. از خواب بیدار شدم. بلند شدم ببینم دور و برم چه خبره. دیدم عجیب بود این صدا خیلی عجیبیه، تو اون سکوت خیلی خاص بود. پیگیر صدا شدم. به دنبال صدا که پیش رفتم از دور یک صحنه خیلی عجیب دیدم یک دختر جوان کاملا برهنه داره به حالت 4 دست و پا مثل یک حیوان از روی کوه بالا میره. خیلی ترسیدم. این دختر چرا اینجوری میکنه؟ تا میخواستم برم سمتش یکو سرشو به سمتم برگردوند. یه چیزی رو دیدم که داشتم سکته میکردم. صورتش اصلا مثل یه آدم عادی نبود. شبیه آدمایی بود که تسخیر شده بودن. من همینطوری خودم رو قایم کردم یه جا. گفتم اگر منو ببینه شاید منو بکشه، جونم تو خطر باشه. خودم رو نشون ندادم. همینطوری آروم آروم برگشتم سر جامو مثلا گرفتم خوابیدم. صبح که شد از جام بلند شدم فرار کردم. فقط گفتم اینجا معلوم نیست چه خبره. نمیدونستم چه اتفاقی برای اون دختر افتاده. با توجه به صحبت‌های این شخص پلیس عکس انی لفرتی رو بهش نشون داد. گفت که این عکس احیانا نبوده این دختری که میگی. این آدم تایید کرد. البته گفت که من مطمئن نیستم با توجه به شرایطی که اون دختر داشت، ولی احساس میکنم خیلی شبیه اون بود. احساس میکنم خودشه. با این حال با اینکه آدم تایید کرد که اون بوده، ولی پلیس باز هم زیر بار نرفت. گفت بابا جان خیالاتی شدی. تو هم مثل همه افرادی که اینجا خرافاتی شدن خرافات میگن، تو هم خرافاتی هستی. چرت و پرت داری. چی میگی اصلا؟ بعدش هم هر چی که هست دیگه تو الان مرده. دیگه این پرونده بسته است. بیخودی بازش نکنی، ما حوصله نداریم. پرونده رو بیخود و بی جهت بست. در واقع اون صدای سنگی که میگفت که توی آب افتاده، وقتی که اون دختر داشته به حالت 4 دست و پا بالا میرفته، دست و پاش میخوره به این سنگریزه ها و میریزه توی رودخونه و این صدا از اونجا نشأت گرفته بود. اما 4 سال بعد، سال 1931، شخصی به نام فیل پاورز سودای ثروتمند شدن در سر داشت که برم دره ناهانی تا میتونم طلا به جیب بزنم. اون هم یک جستجوگر طلا، جستجوگر ثروت بود. خیلی راحت بدون ترس تنهایی بلند شد به این منطقه رفت. به خانواده‌اش گفت که من پول براتون میارم، پول سیو میکنم، زندگیمون از این رو به اون رو میشه. رفت اونجا کمپ کرد، داشت طلا به دست میآورد. واقعا توی همون منطقه‌ای که به ظاهر امن بود یک کلبه چوبی ساخت. همون سناریو مجددا تکرار شد. کلبه کاملا به خاکستر تبدیل شد و خودش هم جزغاله شد. البته کامل نسوخته بود، یعنی استخونش سالم مونده بود. پلیس ها به محل اعزام میشن. به این نکته مهم میرسن که آتش سوزی در این کلبه از سقف کلبه شروع شده. یعنی لحظه‌ای که کلبه آتش گرفته فیل زنده بوده، دیده اصلا میتونست از اینجا فرار کنه، ولی هیچ اقدامی انجام نداده. چرا؟ احتمالاً فیل وقتی داخل کلبه خوابیده بوده، بر اثر این گازی که از بخاری هیزومی متصاعد شده و فضای کلبه رو پر کرده، ابتدا بیهوش شده، خفه شده و بعد بخاری آتش گرفته، کل کلبه سوخته. یعنی فیل اول فوت کرده، بعد این آتش سوزی رخ داده. این چیزی بود که پلیس بهش رسیده بود. بازم نمیخواستن زیر بار برن، یعنی میگفتن همه چیز طبیعی بوده. این همه جسد بی سر، این همه جسد سوخته، سناریوهای شبیه به هم. حداقلش اینه که ممکنه مثلا یه قاتل زنجیره‌ای باشه. محتمل ترین علت رو وجود یک نیروی شیطانی
در جنگل انبوه میدونن. اما 5 سال بعد، سال 1936، 2 تا جستجوگر طلای دیگه رفتن به منطقه. یکیش به نام ویلیام اپلر و اون یکی جوزف مولهالند. اومدن اونجا یک کلبه چوبی ساختن برای اینکه مدت طولانی اونجا بمونن و حسابی طلا صید کنن. اما همون سناریو مجددا تکرار شد و به تلی از خاکستر تبدیل شدن، با این تفاوت که این دفعه هیچ نشونه‌ای ازشون باقی نموند، هیچی رسما. با وجود همین ترس‌ها و شایعاتی که وجود داره، مردم هنوز هم انگار درس عبرت نگرفتن، هنوز هم به سراغ این دره میرن. مثل ارنست ساوارد، یک معدنچی که در سال 1945 باز هم به دره بی سرها سفر کرد. او تنهایی نرفته بود به محل، با شریکاش رفته بود. اما به محل که رسیده بودن، هر کدومشون از هم دیگه جدا شده بودن. ارنست رفته بود بغل رودخونه فلت. اونجا برای خودش یک چادری بنا کرده بود، یک منطقه عالی، زیبا، جذاب، بغل طلاها. شریک‌ها که به هم دیگه میپیوندن، میبینن ارنست نیستش، این کجا رفته؟ میرن همه جا رو زیر و رو میکنن. از دور میبینن که کیسه خواب ارنست بغل رودخونه فلته. احتمالا اونجا گرفته خوابیده. میرن سراغش و با جسد بی سر ارنست داخل کیسه خوابش مواجه میشن. برای سناریوی قطع سر هم که پلیس همیشه یک سناریوی تکراری داشت. حیوانای وحشی. اینجا پر از حیوان وحشیه. گونه‌هایی که انسان به خودش ندیده. اومده اینجا گرفته خوابیده، فکر کرده 13 به دره. حیوانای وحشی بهش حمله کردن، سر از تنش جدا کردن. مثل نفرای قبلی. به ما ثابت نمیشه آقا اصلا نرود میخ آهنی بر سنگ. اما این وسط مردم دیگه کلافه شده بودن. گفتم به چه وضعیه بابا، یه مسئولی بیاد اینجا رسیدگی کنه، توضیحی بده. این همه اتفاقات عجیب غریب و مشابه، این همه آدمایی که داریم از دستشون میدیم، حداقل ممنوعش کنید اینجا رو. تا اینکه بازم برای چندمین بار، 1 سال بعد، سال 1946، یه معدنچی دیگه به اسم جان پترسون برای پیدا کردن طلا به دره رفت و گم شد و یه گروه نجات توی دره کمپ زدن تا بمونن و اونجا پیداش کنن. اما خبری ازش نشد تا اینکه شب آخر چند نفر از بومی‌های منطقه وارد کمپ گروه نجات شدن و هشداری رو بهشون دادن که مو به تن همه سیخ کرد. اونا گفتن امشب آدمای سفید توی جنگلای دره و کنار رودخونه پرسه میزنن، مراقب باشین، هر کاری که میتونین بکنین، فقط نبیننتون. و بعدم بدون اینکه هیچ توضیحی بدن رفتن. گروه نجات حسابی ترسیده بودن. همینجوریش هم بابت داستانا و مرگایی که توی این دره اتفاق افتاده بود شنیده بودن. الان هم که از خود محلی‌ها بهشون هشدار دادن. اما خب هوا تاریک بود و دیگه جز احتیاط کار دیگه‌ای نمیتونستن بکنن. اون شب گروه نجات از اطراف صدای زوزه جیغ و ناله‌های عجیب میشنیدن. صداهایی که معلوم نبود دقیقاً مال چه موجودیه و شبای قبل اصلا همچین صداهایی وجود نداشت. الان اون صداها به نظر میومد که دورشون حلقه زدن. اما هیچ کس جرئت نمی‌کرد پاشو از چادرها بذاره بیرون. انگار چیزی توی تاریکی داشت بهشون هشدار میداد. می‌خواست اونا رو از اونجا بیرون بندازه. به هر سختی که بود، اون تیم نجات شب و صبح کردن و صبح زود همین که هوا روشن شد، همه وسایل رو جمع کردن و از دره زدن بیرون. رهبر گروه بعدن گفت اون شب انگار کل دره زنده بود. یه موجود زنده خشمگین و اون صداها هرگز از ذهنم پاک نمیشه. اما از دهه 40 میلادی به این ور دیگه کمتر شاهد اتفاقات عجیب غریب بودیم. یعنی گزارش خاصی دیگه دریافت نکردیم. انگار مردم دیگه به این نتیجه رسیده بودن که این منطقه ممنوع است، خطرناکه، ترسناکه. هیچ کس هم راجبش پاسخگو نیست. هیچ کس به یک علت، به یک منشأ نرسیده. دیگه نباید به این سمت بریم. و واقعا مردم دیگه به این سمت نرفتن. اتفاقا توی چند سال اخیر هم دولت اومده یه بخش گسترده از این منطقه رو بسته به بهانه حفاظت از طبیعت. دولت اگر این کارو کرده برای حفاظت از طبیعت نیست، برعکس برای حفاظت از مردمه، تا دیگه شاهد مرگ کسی نباشیم، شاهد یک جسد بی سر نباشیم.